میلیساهای تاجیک ایدی کسبی خود را در حال تجلیل میکنند که در یک سال اخیر وزارت امور داخلی برای دیگر کردن ایمیج آنها و بالا بردن آبرویشان در جامعه تلاش کرد. برخی از میلیساهای چاق را به خرابشوی مجبور کردند، همه را به تماشای نمایشنامه‌های تئاتری فرستادند، یک چند کارمند را برای استفاده شکنجه به جوابگری کشیدند و با تهیه تلفن باوری نظارت جامعه را از روی فعالیت پلیس و جنایتکاری بیشتر کردند. اما با این همه به گفته کارشناسان برای به دست آوردن اعتماد مردم پلیس را راهی طولانی در پیش است. سمندر کریموف کارمند 36 ساله بخش کافتکاب جنایی یکی از شعبه‌های کارهای داخلی شهر دوشنبه میگوید در مثال بدرفتاری یک همکسبش محکوم شدن تمام کارمندان میلیسا او را ناراحت میکند. مسئولیت کارمندان شعبه کافتکاب جنایی که سمندر آنجا کار میکند آشکار کردن جنایت‌ها و پیدا کردن جنایتکاران در حال فرار است. سمندر کریموف 10 سال باز در این بخش کار میکند. او 850 سومانی معاش میگیرد که به گفته خودش در برابر کار بیهودود خیلی نوچیز است. کریموف 3 فرزند دارد و میگوید در حالی که به گفته خودش از پی بچه‌های مردم میگردد، از نبود وقت تا حال مکتبی بچه‌هایش را ندیده است. او میگوید ظاهراً میلیسا در جامعه امروز فرمانبرداری همه است، از شهروند عادی تا کارمند حکومت و دادستان از خدمت کارمند میلیسا استفاده میکند. اما لیتنانت کلان سمندر کریموف میگوید وقتی آنها از جنایت پیشگیری میکنند و یا جنایتی را پس از تلاش‌های زیاد آشکار میکنند از کار خود راضی میشوند. در فیلم‌های زمانی شوروی که تاجیکستان شامل آن بود، میلیسا همیشه با نجات کودکان و یا پیشگیری از جنایت قهرمان توصیف میشد. اما چند سال اخیر با رشد شبکه‌های اجتماعی و دسترسی بیشتری مردم به نواربرداری، نوارهای خجالت‌آور میلیساهای تاجیک در یوتیوب و فیسبوک زیاد پخش شد که از میلیسا چهره دیگر ساخت. بیشتری نوارها مربوط به بدمعاملگی، پاره‌گیری ناظران راه است. اسم میلیسای تاجیک نیز در یک سال اخیر در شرکت در ابله جوانان، بدمعاملگی با سیاحان خارجی، منع بوسابوسی عاشقان در جایهای جمعیتی در رسانه‌ها درج شد. وزارت کارهای داخلی 4 ماه پیش در پی شکایت یک سیاح ترک 25 میلیسا را مجازات کرد. اما رستم گلو فعال شبکه‌های اجتماعی میگوید نه همه چنین شکایت و نوارهایی که به اینترنت راه می‌یابند منطقی سنجش می‌شوند. او گفت حالا باید میلیسای تاجیک درک کند که فعالیت او زیر نظر جامعه قرار دارد و هر کاری خلاف قانون زود نواربرداری و به مظهر عموم گذاشته می شود. ضمناً در دایره برنامه اصلاح میلیسیا در یک سال اخیر وزارت کارهای داخلی تاجیکستان برای تغییر دادن چهره کارمندانش به یک پلیس زمانوی چند اقدامی را پیاده کرد. بیشتر از 10 میلیسا با جرم فربهی از کار آزاد شد، 10 میلیسای دیگر برای خرابشوی هشدار گرفتند و بر اساس مقررات هر کارمند میلیسا ماهی یک بار باید به تئاتر برود. عمر جان امامعلی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان وجود کمبودی‌ها در این نهاد را رد نمی‌کند. او میگوید 4 سال اخیر تلفن باوری وزیر فعال است که هر شهروند میتواند آزادانه از کار میلیسا و یا دیگر قانون شکنی ارز خود را برساند. اما با وجود تلاش‌های وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، اسم این وزارت در روی خط فسادکارها جای نمایان دارد. جلب کارمندان میلیسا در مبارزه با ریش و سطر ابله جوانان به ارتش، نظارت بر اخلاق شهروندان در کوچه و باغ‌ها، فاصله بین شهروندان و پلیس را باز هم بیشتر کرد. شهروندان این واقعیت را درک میکنند که اگر پلیس نباشد وضع جنایی در کشور وخیم می شود. اما از سوی دیگر میگویند معاش پلیس عمدتاً از مالیات شهروندان پرداخت می شود و آنها باید در خدمت جامعه باشند. سال گذشته آژانس مبارزه ضد کروپسیای تاجیکستان اعلام کرد که 145 مورد فساد از سوی کارمندان نظامی را ثبت کرده است که 57 مورد آن به ماموران میلیسا ربط میگیرد. کارشناسان دیگر میگویند تا معاش کارمندان میلیسا بلند نشود، افراد صاحب تخصص به این نهاد کلیدی جلب نشوند، ایمیج میلیسای تاجیک با جلب آنها به تئاتر و لاغر کردن آنها دیگر نخواهد شد.